گروه محیط زیست با نام گرین پیس در شهر سنت پترزبورگ اعلام کرد که حجم گراپولی برای آزاد کردن فعالان خود را افزایش می‌دهد. فعالان گرین پیس با دنبال اعتراض علیه تصمیم گازپروم برای نفتکشی در آرکتیکا بازداشت شدند. گراپولی برای هر فعال این گروه 2 میلیون روبل یا 61,000 دلار مقرر شده است. از زمان اعتراض در ماه سپتامبر 30 فعال گرین پیس و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. در مسکو باشد صورتگیرها عکس‌های خود را به خاطر پشتیبانی از آزادی دنیس سینیاکوف که او نیز یک جای با فعالان گرین پیس بازداشت شده است در مزایده گذاشتند. پول‌هایی از فروش این عکس‌ها در مزایده به دست آمده 12,000 دلار برابر بود که برای نشر کتاب عکس‌های سینیاکوف صرف می‌شود. در شهر کراسنودار روسیه دادگاه رهبر یک حلقه جنایی سرگئی څپاک و دو شریک او را برای کشتار دست جمعی در سال 2010 به حبس ابد محکوم کرد. اعضای گروه جنایی تمام یک خانواده را در منزلشان با کودکان و مهمانان آنها به قتل رسانیدند. آهنگسازهای اوکراین نخست نمایش اپرای نوی گلادامور زمین سرخ گرسنگی را در کیف تمرین کردند. این اپرا بر پایه فاجعه سال 1930 قحطی فراگیر در اوکراین نوشته شده است که از طرف رژیم یوسف استالین راه اندازی شده بود. اپرا را ویرکا بالی آمریکایی اوکراین تبار نوشته است و نخست نمایش آن در تاریخ 21 نوامبر در 80مین سالگرد قحطی اوکراین برگزار می شود. در کابل پایتخت افغانستان در آستانه برگزاری لایحه جرگه شورای عالی افغانستان در تاریخ 21 نوامبر پلیس پاسگاه‌های امنیتی را افزایش داده است. حدود 3000 افراد سالمند و لیدرهای دیگری افغانستان به نشست لایحه جرگه حاضر می شوند که قرار است سازش امنیتی میان واشنگتن و کابل را بررسی کند. این سازش به نیروهای آمریکایی امکان می دهد که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. در کویت قسمت غربی پاکستان گروهی طلبه ها علیه مجازات جسمانی در مدرسه ها نمایش را صحنه سازی کردند که در آخر معرکه 7 روزه پیشنهاد شد. مجازات جسمانی در مکتب های پاکستان تجربه عمومی است. این معرکه از طرف سازمان های غیر دولتی مثل سیو د چیلدرن و 3 تشکیلات محلی در ولایت بلوچستان سرمایه گذاری شده است.